کسی که همیشه عصبانی و زود واکنش نشون میده لزوما نه روانیه نه مشکل دار. اتفاقا این آدمیه که دلن خیلی تنهاست، برای همینه زود جوش میاره. آدمیه که شدیداً کمبود محبت داره، برای همینه داره لجبازی میکنه. این آدمیه که خیلی تو زندگیش آسیب دیده، خیلی جاها یه تنه جلو رفته بدون اینکه دیده بشه، بدون اینکه کوچکترین قدردانی رو بشنوه. اگه همچین آدمی رو تو خانوادت داری، بدون اینکه سرزنشش کنی، بدون اینکه کوچکترین قضاوتی نسبت به اون آدم داشته باشی، برو پای حرفاش بشین، اجازه بده احساس کنه که یه نفر رو کنار خودش داره، یه نفر رو داره که میتونه بدون قضاوت کردن باهاش حرف بزنه. اون وقتی که میبینی بعد یه مدت چجوری رفتارش تغییر میکنه.